گوهری در صدف کعبه. قصه زندگانی امام علی علیه السلام. جواد نعیمی. بوسه فرشته ها. شور و شادی و هلهله همه شهر را فرا گرفته بود. شکوه و معنویت مراسم همگان را تحت تاثیر قرار داده بود. زنها تلاش می‌کردند خودشان را بیشتر به عروس نزدیک کنند و به این ترتیب محبت و شادمانی خود را نشان دهند. جوانان هم سرود می‌خواندند و جمعیت را همراهی می‌کردند. داماد گاهی نگاهی به عروس زیبای خود می‌انداخت و موجی از مهر و شادی در چشم‌هایش نمایان می‌شد. اما عروس از شدت شرم و حیا خرسند و گلگونه به چشم به زمین می‌دوخت. یک نفر از میان جمعیت به همراهش گفت: فاطمه بنت اسد عروس خوشبختی خواهد بود، زیرا ابوطالب جوان برومند قریشی را به همسری خویش برگزیده است. مخاطب پاسخ داد: البته ابوطالب هم دختر بسیار خوبی را به عنوان همسر در کنار خواهد داشت. فاطمه دختر اسد به راستی نجیب و پاکدامن و صبور و مهربان است. چنین است که میگویی خداوند این پیوند را مبارک کند. همراهان عروس و داماد همچنان هلهله کنان با عروس تا خانه عموی پیامبر اسلام یعنی ابوطالب پیش رفتند و به این ترتیب ابوطالب و فاطمه زندگی مشترک خویش را آغاز کردند. زوج جوان در کنار یکدیگر به خوبی و خوشی می‌زیستند. زندگی آنها سرشار از شادی و نشاط بود. اکنون آن دو صاحب چند فرزند شده بودند که به زندگیشان نور و صفا و روشنی می‌بخشید. اما به تازگی فاطمه حالتی دیگر داشت. احساسی آمیزه از شادی و نگرانی سراسر وجودش را گرفته بود، زیرا بار دیگر کودکی در شکم داشت. در آن روز مردم مکه بت‌پرست بودند. آنها بت‌هایشان را در خانه خدا در کعبه قرار داده بودند و به پرستش آنها می‌پرداختند. اما فاطمه دختر اسد و همسر ابوطالب از بت‌ها بیزاری می‌جست. او خدای یگانه را برداشت و به او مهر می‌ورزید. عرب‌ها ماه رجب و روز جمعه را بیشتر از ماه‌های دیگر گرامی داشته و احترام می‌کردند. به همین جهت در این ایام بت‌های کعبه مشتریان بیشتری داشتند. آن روز جمعه بود و 13مین روز از ماه رجب. گروه زیادی بر گرد کعبه حضور یافته بودند تا به بت‌های خود ابراز ارادت کنند. در میان این مردم زنی بود که دامان جانش به شرک و کفر آلوده نشده بود. او نه برای پرستش بت که برای عبادت خدای یگانه، خدایی که ابراهیم خلیل به فرمان او کعبه را بنا نهاده بود، در آنجا حضور داشت. فاطمه در پیرامون کعبه میچرخید و با خدای خویش راز و نیاز میکرد. پیش از این گاه و بیگاه دردهایی را احساس کرده بود، اما در این حال نیز احساس کرد که دوباره درد به سراغش آمده است. او با داشتن چند فرزند ویژگی‌های درد زایمان را به خوبی می‌شناخت. درد با شوقی مادرانه را در هم آمیخته بود. فاطمه دست در پرده کعبه انداخت و زمزمه می‌کرد: خداوندا، به تو و پیامبرت و به کتاب‌های آنان ایمان دارم. گفتار جدم ابراهیم علیه السلام را درست می‌دانم و باور دارم. آفریدگارا، تو را به ابراهیم و به این کودکی که در شکم دارم سوگند می‌دهم که زایمانش را برای من آسان فرمایی. تو به چشم خودت دیدی؟ آری، باور کن که دیدم. پس تعریف کن ببینم ماجرا چگونه بوده است. همچنان که فاطمه همسر ابوطالب زیر لب زمزمه می‌کرد و دعا می‌خواند، از درد بیتاب شد. او در جستجوی پناهگاهی برآمده بود که ناگهان در یکی از دیوارهای کعبه شکافی پدید آمد که یک نفر به راحتی می‌توانست از آن بگذرد. راست میگویی؟ بعد چه شد؟ انگار نیروی نامری او را به درون کعبه هدایت کرد. شگفت‌انگیز است. آری. و بلافاصله دیوار باز شده به هم برآمد. حال چه باید کرد؟ بهتر است به سراغ طایفه بنی عبدالدار برویم.
کلیدداران کعبه را میگویی؟ آری، برویم و از آنها بخواهیم که بیایند و در خانه خدا را باز کنند. فکر بدی نیست، برویم. به این ترتیب گروهی به سوی بنی عبدالله شتافتند و درخواست خود را با آنها در میان گذاشتند، اما بنی عبدالله نپذیرفتند، زیرا گشودن در خانه خدا تنها در روز ویژه‌ای از سال باید انجام میشد. مردم اصرار کردند و سرانجام کلیدداران کعبه حاضر شدند که در خانه خدا را باز کنند، اما هرچه بیشتر تلاش میکردند کمتر به نتیجه رسیدند و در کعبه باز نشد که نشد. 3-4 روزی که گذشت، کعبه دوباره حال و هوای دیگری و در حالی که گروهی گرداگرد خانه خدا میچرخیدند، حیرت زده و ناباورانه دیدند که همان دیوار، همان خانه سنگ بار دیگر گشوده شد و فاطمه دختر اسد و همسر ابوطالب قدم به بیرون گذاشت. اما این بار تنها نبود، بلکه نوزادی بر دامن داشت. نوزاد پسر بود و زیباروی، انگار که فاطمه ماه را در آغوش داشت. به زودی خبر در شهر پیچید. بوی گل محمدی هم فضا را پر کرد. همه شاد و شگفت زده به دیدن فاطمه و فرزندش شتافتند. ابوطالب هم همین که ماجرا را شنید، شتابان و شادمان خودش را به همسرش رساند. فرشته‌ها بر چهره نوزاد بوسه می‌زدند. فاطمه سر از پا نمی‌شناخت و از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید. ابوطالب لبخند زنان نوزاد را به آغوش کشید. فاطمه گفت: شنیدم که حاطفی گفت نامش را علی بگذارید. ابوطالب گونه نوزاد را غرق بوسه کرد و گفت: علی، چه نام زیبایی است. یاور سپیده. ابوطالب، همسر مهربانم، مدتی است غبار غم را بر چشمایت می‌بینم و موجی از ناراحتی را در درون وجودت احساس می‌کنم. نمی‌خواهی بگویی از چه چیزی نگران هستی؟ فاطمه جان، تو خوب می‌دانی که امسال در شهر ما مکه خشکسالی عجیبی پدید آمده است و زندگی ما با مشکلاتی روبرو شده است. چه می‌شود کرد؟ باید به خدا توکل کنیم و از او بخواهیم که گرفتاری‌ها را برطرف سازد. راست می‌گویی، اما نگرانی من بیشتر به خاطر علی است. آخر او 6 سال بیشتر ندارد و هنوز به مراقبت و رسیدگی نیازمند است. وضع ما هم که حالا فکر می‌کنی چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ حال که خودمان توان مالی چندانی نداریم، ناچاریم پسرمان را به کسی بسپاریم تا بزرگش کند. اما میدانم چه می‌خواهی بگویی. نگران تربیت او هستی. درست است. آری، تنها به همین نکته می‌اندیشیدم. بسیار خوب، گوش کن. نقشه‌ای به نظرم رسیده است. چه نقشه‌ای؟ الان میگویم. ببین. یک روز خواست خداوند این گونه بود که برادرزاده‌ام محمد را در آغوش مهر خود جای دهم و سرپرستی او را بر عهده بگیرم. درست میگویی؟ میگم همینطور است. اما منظورت از این حرفها چیست؟ میخواهم بگویم که اکنون باید از برادرزاده‌ام محمد درخواست کنم که سرپرستی علی را بر عهده بگیره و اصطلاح او را بزرگ کنه تا انشاءالله خداوند در کارمان گشایشی پدید آورد. فکر بسیار خوبی کرده ای ابوطالب. یعنی تو موافقی؟ اگر قرار بود پسرمان را به نزد کسی غیر از محمد بفرستیم، دلم راضی نمیشد. اما محمد را فردی بسیار شایسته برای این کار میدانم. بنابراین دلیلی ندارم که با طرح تو مخالفت کنم. 6-7 سال علی همچون نهالی در خانه پیامبر خدا به رشد و بارندگی خویش ادامه داد و از اخلاق، تربیت و دانش رسول خدا بهره‌مند شد. او گلی بود که بزرگترین و برترین باغبان جهان را پرورش میداد و بدین گونه علی نوجوان در دامان انسانی والا و مهربان بزرگ شد و سینه‌اش سرشار از فضیلت و دانایی و معرفت کرد. آنچنان که خودش بعدها میگفت، همچون بچه‌ای که در پی مادر خویش می‌دود، همواره به دنبال رسول خدا بودم. هر روز درسی از ایمان و اخلاق و فضیلت به من می‌آموخت. من نور وحی و رسالت را می‌دیدم و بوی نبوت را استشمام می‌کردم. و این بود که وقتی خداوند محمد را به پیامبری برگزید و عطر رسالت جهان را خوشبو کرد، علی پیش از دیگران اسلام خویش را اعلام کرد و وفاداری خود را بیش از دیگران به پیامبر خدا ابراز داشت.
علی علیه السلام باز هم در پی محمد صلی الله بود. او پس از گزینش حضرت محمد به پیامبری از سوی خداوند روزها همراه با رسول خدا برای ادای نماز به دره‌های مکه میرفت و شب هنگام باز میگشت. یک روز ابوطالب فرزندش را دید که با پسر عمویش محمد مشغول نماز خواندن است. اندکی تأمل کرد تا نماز آنها به پایان رسید. سپس با رسول خدا گفتگوی کوتاهی کرد. بعد هم رو به فرزند خود کرد و گفت علی جان چه کار میکنی؟ و پاسخ شنید که پدر جان من به دین اسلام و آیین محمدی گرویدم و اکنون برای خدا با پسر عموی خیش نماز میگذارم. ابوطالب با شادی فراوانی که در دل و چهره داشت سری به علامت تایید تکان داد. آن وقت آرام به پشت علی زد و گفت پسرم خوب میکنی. از پسر عمویت محمد جدا مشو که او تو را جز به خیر و خوبی و سعادت نمیخواند. دعوت پیامبر به اسلام تا 3 سال پنهانی بود و در این مدت با تماس‌های ناآشکار گروهی به آیین محمدی گرویدند. همین گروه بودند که دور از چشم دیگران نماز می‌خواندند و از آن پس پیامبر خدا مأموریت یافت که آشکارا مردم را به دین خدا بخواند و در این راه دستور داشت که نخست خویشاوندان خود را به اسلام دعوت کنند. به این جهت حضرت محمد به علی گفت که مجلسی فراهم آورده و شخصیت‌های مهم بنی هاشم را به این مهمانی فرا بخواند. مجلس آماده شده بود ولی پس از صرف غذا ابولهب عموی پیامبر با سخنان سبک و بی‌پایه خود آمادگی آن جلسه را برای طرح مسئله مهمی که رسول خدا در نظر داشت به هم زد و مهمانان پراکنده شد. یک روز دیگر پیامبر در جمع بزرگی از سران بنی هاشم به ایراد سخن پرداخت. رسالت خودش را آشکار ساخت و فرمود آگاه باشید، همون گونه که میخوابید و بیدار میشوید در روز بازپسین زنده خواهید شد. در آنجا نیکوکاران پاداش خیش را میگیرند و بدکاران نیز به کیفر کردار زشت خیش میرسند. بهشت جاودان از آن نیکوکاران و دوزخ همیشگی از آن بدکاران خواهد بود. هیچ کس برای خویشاوندان و نزدیکان خود چیزی بهتر از آنچه من برایتان آوردم نیاورده است. هدیه من برای شما خیر و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت است. خداوند به من فرمان داده که شما را به توحید و یکتاپرستی بخوانم. حالا بگویید ببینم کدام یک از شما در این راه به کمک من میشتابید تا هم او برادر وصف و نماینده من در میان شما باشد. نفس در سینه ها مانده بود. بهت و سکوت همه جا را فرا گرفته بود. چشم‌ها به یکدیگر دوخته میشد اما هیچ کس حرفی نمیزد. در این میان نوجوانی به پا خاست و اعلام کرد که حاضر است در این راه پیامبر را یار و یاور باشد. پیامبر اکرم سری تکان داد و فرمود علی جان بنشین. دوباره پیامبر سخن خویش را تکرار کرد و باز هم جز علی کسی شهامت اعلام همکاری را نداشت و باز رسول خدا دستور داد که علی بنشیند. وقتی برای 3مین بار گفته پیامبر خدا در فضا طنین انداخت شد. باز هم علی با قاطعیت و استواری پیشین از جای برخاست و آمادگی خویش را اعلام کرد. رسول اکرم دست علی را گرفت و سخن تاریخی خود را بیان کرد که علی برادر، وصی، خلیفه و جانشین من در میان شما. سخنش را بشنوید و به راه او بروید. به این ترتیب دلهای دوستداران محمد تپشی نو آغاز کرد و دشمنان خدا و پیامبر از همینجا کینه عمیق را پی ریختند. اما خداوند اراده کرد که نام علی علیه السلام چون گلی خوشبو در سینه‌های مؤمنان بروید و همه دنیا را عطرآگین کند. پیروزی بر شب.
دوستان ما امروز در اینجا گرد آمده ایم تا درباره مسئله مهمی تصمیم گیری کنیم. آری، همانطور که می‌دانی دینی که محمد آورده به سرعت در حال گسترش است و روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده می شود. حال چه باید کرد؟ به نظر من بهتر است محمد را از میان برداریم. باید او را بکشیم. نه، این کار آسانی نیست. نه، پیروانش ما را تکه تکه خواهند کرد. میگویم چطور است او را زندانی کنیم یا تبعیدش کنیم. گوش کنید یاران، من نقشه‌ای دارم که فکر میکنم از همه راههایی که گفتید بهتر باشه. برای اینکه یاران محمد با یک یا چند نفر طرف نباشند، بهتر است که 40 نفر از قبیله‌های مختلف با هم متحد شویم و شبانه به خانه پیامبر بریزیم و او را به قتل برسانیم. فکر خوبی است. آری، به این ترتیب پیروان محمد نخواهند توانست آسیبی به ما برسانند. پس وعده ما امشب. به این ترتیب کافران توطئه کردند و نقشه قتل پیامبر اسلام را کشیدند، اما خداوند با نزول آیه‌ای رسول خدا را از ماجرا آگاه ساخت و حضرت محمد مأموریت یافت تا به یثرب که بعدها مدینه خوانده شد هجرت کند. از سوی دیگر رهایی یافتن از چنگ دشمنانی که در کمین بودند تا آن حضرت را از میان بردارند کار چندان ساده‌ای نبود. در همین زمان پیامبر خدا امام علی را دید و گفت: علی جان، من از سوی خداوند دستور یافتم که مدینه بروم. تو باید امشب در خانه ما بمانی و در بستر من بخوابی. میدانی کافران قریش قصد جان مرا کردند. یا محمد، اگر من در جای شما بخوابم آیا شما به سلامت خواهید ماند؟ آری، اما تو ممکن است با شمشیرهای برهنه ستمگران روبرو شوی. آنها قصد کشتن مرا دارند و بی ترتیب به بستر حمله می‌کنند. مرا از مرگ هراسی نیست، آن هم در راه دفاع از شخصیت گرانقدری چون شما. هیچ بیمی نداره و با جان و دل این کار را خواهم کرد. پس آن رو انداز سبزرنگ مرا روی خودت بیانداز و بخواب. پیامبر این را گفت و از علی خداحافظی کرد. آنگاه شبانه راهی جنوب مکه شد تا به غار برود. مأموران مسلح قریش دست به شمشیر در پشت در خانه پیامبر کمین کرده بودند تا در فرصتی مناسب دست به اجرای نقشه پرید خود بزنند. ترسی آمیخته با شادی و غرور در چهره یکایک آنان به چشم می‌خورد. همین که فروغ صبح سینه افق را شکافت و پرده تیره شب دریده شد، کافران خشمگین به جایگاه پیامبر حمله بردند و علی علیه السلام را که آرام و مطمئن در بستر رسول خدا آرمیده بود سر برآورد که چه میگویید و چه میخواهید؟ محمد را میخواهیم، محمد را. مگر او را به دست من سپرده بودید؟ تروریست ها از شدت خشم دندان بر هم فشرده و غضب سرابهای وجود پلیدشان را فرا گرفت. آنها که نقشه های خود را نقش برآب دیدند، مات و مبهوت و خشمگین مجبور به ترک خانه پیامبر شدند و هیبت و اباحت علی علیه السلام مانع از آن شد که کوچکترین آسیبی به وی برسانند. گروهی به جستجو و تعقیب پیامبر برخاستند، اما آن بزرگوار با جانفشانی و شهامت امام علی علیه السلام از چنگال دشمنان رهایی یافت و در غار پنهان شده بود. کافران تا نزدیکی غار پیش رفتند، اما چند کبوتر در آنجا تخم گذاشته بودند و تارهایی بر دهانه غار تنیده شده بود که آنها را از رفتن به درون غار منصرف کرد. به افتخار این کار ارزشمند و ستایش برانگیز علی در حمایت از رسول اکرم، خداوند با نزول آیه‌ای از امام علی علیه السلام به نیکی یاد کرده اقدام شجاعانه‌اش را ستود. در میان مردم کسی هست که با خدای خویش معامله می کند و جان خویشتن را برای رضای او نثار می کند و خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است. امام علی علیه السلام بعدها در شعری که سروده است این رویداد را چنین بیان کرده است:
من جان خود را سپر کسی قرار دادم که برترین انسان روی زمین و برترین کسی است که خانه خدا و حجر اسماعیل را طواف و زیارت کرده. محمد صلی الله، بزرگ مردی که کافران نقشه قتل او را کشیده بودند و خدای من او را از مکر دشمنان در امان داشت. من به چنین کاری دست زدم که شب را در بستر وی آرمیدم، در حالی که هر لحظه در انتظار هجوم دشمن و آماده برای مرگ و اسارت بودم. برادر آفتاب. این نامه پیامبر خداست. نوشتند: یا علی، هنگامی که نامه‌ام به تو رسید، بار سفر بربند و همه کسانی را که مایلند هجرت کنند با خود همراه کن. حتما فاطمه دخترم را، همچنین فاطمه مادرت را و نیز فاطمه دختر زبیر را با خود بیاور. امانت‌هایی را که از مردم نزد رسول خدا مانده بود به صاحبانشان برگرداند. درس‌های آن حضرت را پرداخت و به گروهی از مؤمنان که قصد هجرت به مدینه را داشتند دستور داد به گونه‌ای پنهانی به دور از چشم مشرکان از مکه حرکت کرده و در محلی بایستند تا کاروان امام به آنها برسد. به اتفاق به مدینه بروند. کاروان امام علی که به راه افتاد بیش از اندکی از راه را نپیموده بودند که جاسوسان قریش از ماجرا آگاه شده و به تعقیب کاروان پرداختند. سرانجام راه را بر او بستند. امام علی علیه السلام صریح و قاطع فرمود: از ما چه می‌خواهید؟ خیال کرده‌ای می‌توانی از دست ما رهایی یابی؟ باید هر چه زودتر بازگردی. مثلا اگر باز نگردم چه می‌شود؟ یا با زور تو را برمیگردانیم و یا با سر بریده‌ات باز می‌گردیم. ناله و شیون زنها بیابان را پر کرد، اما علی علیه السلام با قدرت تمام شمشیر را بیرون کشید و خطاب به مهاجمین گفت: اگر از جانتان سیر شده اید و اگر می‌خواهید قطع شوید و خونتان بیابان را رنگی کند، جلو بیایید. کافران قریش که سیمای پرصلابت علی را دیدند و از قدرت بازوانش آگاه بودند چاره‌ای نداشتند جز آنکه فرار را برقرار ترجیح دهند. علی علیه السلام و یاورانش در دامنه کوهی اندکی استراحت کردند و پس از پیوستن عده‌ای دیگر به آنان راهپیمایی هجرت را آغاز کردند. آنها تا مدینه پیاده رفتند. در آنجا حضرت محمد که چشم به راه علی بود، هنگامی که او را با پاهای ورم کرده و خون‌آلود دیده، صمیمانه وی را به آغوش کشید و قطرات اشک بر گونه پاکش دوید و بر دامانش فرو چکید. یاران، گوش بسپارید. پیامبر خدا با شما سخن میگویند. برای حل اختلافات میخواهیم طرح برادری اسلامی را اجرا کنیم. موافقیم ای رسول خدا؟ بسیار خوب. افراد دو قبیله با یکدیگر برادر باشند و هر کدام از مهاجرین و انصار به یکدیگر دست برادری بدهند. ای پیامبر، برای هر یک از یاران خویش برادری انتخاب کردی، در حالی که بین من یعنی پسرعمت علی با دیگری چنین پیوندی برقرار نساختی. علی جان، تو در این جهان و آن جهان برادر منی. سوگند به خداوندی که من را به حق برانگیخته. من از آن روی برادری تو را عقب انداختم تا تو را در دنیا و آخرت برادر خویش بخوانم. اکنون هنگام آن رسیده است که به سنت الهی اسلام عمل کنیم. اما چه کسی مناسب و برازنده است؟ در میان همه دختران این روزگار چه کسی بهتر از او را میتوان سراغ یافت؟ او دختری است با ایمان، سرشار از دانش و بینش، دارای صلابت، اصالت خانوادگی، نجابت ذاتی.
دختری که گوهر تقوا و عفاف را در سینه دارد و قلب مهربانش جایگاه همه خوبی هاست. آری، به خواستگاری فاطمه خواهم رفت. به دنبال این فکر امام علی علیه السلام در حالی که دل در سینه‌اش می‌تپید راه خانه رسول خدا را در پیش گرفت. جنگاور دلاور عرب، مرد ایمان و دانایی، اکنون پشت در خانه محمد است، همراه با لرزش کوبه‌ای در. یک بار دیگر قلب علی از شدت شور و هیجان به تندی می‌زد. سلمه برمیخیزد تا در را باز کن. پیامبر می‌فرماید زود در را باز کن. پشت در کسی است که خدا و رسولش او را دوست می‌دارند. سلمه شتاب می‌کند. مشتاق دیدار چنین کسی است. به سرعت در را می‌گشاید. به امام علی علیه السلام را می‌بیند. علی علیه السلام که خود همچون کوهی است در برابر عظمت پیامبر چون کاه می‌شود. می‌نشیند و سرش را پایین می‌اندازد. حاله‌ای از شرم و حیا چهره مردانه‌اش را در بر می‌گیرد و سکوت بر سراسر خانه حکم فرما می‌شود. رسول خدا با نگاهی ملایم و مهربان و لبانی شادمان چهره علی را می‌نگرد. گویا افکارش را می‌خواند. سپس لب می‌گشاید. ای علی، مثل اینکه تقاضایی داری و برای کاری آمده‌ای. چهره سوغالود امام بر چهره پیامبر افتاد. نگاهشان در هم گره می‌خورد و علی علیه السلام در حالی که به زمین می‌نگرد می‌گوید ای رسول خدا، شما از پیوند خویشاوندی‌مان و از پایداری من در راه دین و از تلاشم در راه پیشبرد اسلام آگاهی. تو از آنچه می‌گویی بالاتری ای علی. در این صورت اگر صلاح بدانید چه می‌خواهی بگویی؟ اگر صلاح بدانید فاطمه را خاکستگاری کنم. من شخصا موافقم، اما می‌دانی که باید نظر دخترم را نیز جویا شود. بیش از تو افراد دیگری هم به خواستگاری اومدند، اما هر بار آثار بیمیلی و کراهت شدیدی را در سیمای فاطمه دیدم. خواسته تو را با او در میان خواهم گذاشت. منتظر نتیجه باش. فرزند ابوطالب که سابقه روشنی در اسلام دارد به خواستگاری تو آمده است. من از خداوند خواستم که تو را به عقد برترین آفریده خویش درآورد. اکنون علی تقاضای ازدواج با تو را دارد. چه میگویی؟ گلگونی حیا همراه با عرق شرم بر گونه‌های فاطمه پیدا شد. گلبرگ لب‌هایش را تبسمی خوشرنگ و ملایم آهسته تکان داد. چشمانش به زمین دوخته شد و سکوتی اسرارآمیز و زیبا فضای خانه را در بر گرفت. پیامبر ادامه داد: نگفتی به او چه جوابی بدهم؟ زهرای اطهر باز هم سکوت کرد، در حالی که می‌اندیشید. اگر به علی پاسخ مثبت بدهم، به ازدواج فرزانه مردی در خواهم آمد که گرچه جز شمشیر و شتر و زرهی از مال دنیا ندارد، اما در سینه‌اش قلبی می‌تپد که هیچ بشری آن را ندارد. او از کرامت و انسانیت و شخصیتی برخوردار است که دنیا را در برابر خود به تعظیم وامی دارد. صورت فاطمه گل انداخته بود و در چشمایش آثار رضایت برق می‌زد، اما هیچ نگفت. پیامبر حال او را دریافت و در حالی که از جای خود برمیخواست فرمود: خداوند بزرگ است. سکوت فاطمه نشانه رضایت اوست. زرهی را که داشتم به 400 درهم فروختم. اینک این پول به عنوان مهریه فاطمه در اختیار شماست ای پیامبر. بسیار خوب. به بلال و عمار یاسر بگویید با این پول اساسیه ساده‌ای برای دخترم تهیه کنند. به هنگامی که آنان از خرید بازگشتند، رسول خدا در حالی که اساسیه را زیر و رو کرد و به آنها مینگریست فرمود: خداوندا، زندگی را بر علی و فاطمه که بیشتر ظرفهای آنها از سفال تشکیل شده مبارک فرما. 1 ماه پس از آن هم جشنی برپا شد و علی و همسرش را به خانه برد.
علی علیه السلام همسرش را به خانه برد. در آن هنگام پیامبر اسلام دست فاطمه را در دست علی گذاشت و به آنها شاد باش گفت و افسود: بار خدایا، این دختر من است و محبوب ترین در نزد من و این برادرم علی است و گرامی ترین مسلمانان در نزد من. کردگارا، پیوند و محبت آنان را استوار کردم.